تا حالا براتون پیش اومدی که روی سیستمتون چه بازیایی رو میتونین پلی بدین یا اینکه سیستمتون از پس اجرای کدوم بازی‌ها برمیاد؟ توی این ویدیو قراره سایتی رو بهتون معرفی کنم که خیلی راحت میتونید از طریق اون متوجه بشید چه بازیایی روی سیستمتون قابل اجراه. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. Let's go. درود، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال مهراد تک. همونطور که گفتم توی این ویدیو قراره بهتون وبسایتی رو معرفی کنم که بر اساس سخت افزار سیستمتون بدونین چه بازیایی رو میتونین روش اجرا کنین. خب ما برای اینکه بتونیم بفهمیم که سیستممون چقدر قدرت داره، چه بازیایی رو میتونه اجرا کنه، ما باید بیایم توی این سایت. خیلی هم راحت شما میاید توی گوگل سرچ میکنید What game can I run، یعنی چه بازیایی رو من میتونم اجرا کنم. بعد شما همین سایت اول میرین داخل به اسم PC Game Benchmark. حالا اینجا کاری که شما باید بکنید، پلتفرمتون ویندوز، مک یا حالا استیم دک یا لینوکس انتخاب میکنید که اکثرا حالا ویندوزن. قسمت اول پروسسور که میشه همون سی پی یو شما، پردازنده شما میاید میزنید. اگه اینتل حتما اولش بزنید اینتل، اگر AMD بزنید AMD. حالا من اینتل دارم، اینتل کور i5 13400F. ببینید میاد اینجا، من انتخاب میکنم. حالا برای کارت گرافیک، من کارت گرافیکم AMD 6000 رو ببخشید، این RX شو باید بزنید اگر AMD 6900 XT. مموریتونم میزنید. حالا من 32 گیگ رم دارم، انتخاب میکنم. این ریت مای پی سی من میزنم که 97% بازی ها رو میتونه اجرا بکنه. حالا من کاری که میکنم میام اینجا which games can you run میزنم. این صفحه که باز شه لیست تمام بازی هایی که سیستم شما اجرا میکنه رو براتون میاره. اگه نمیخواید بگردید دنبال بازی که مد نظرتونه، تو این لیست بلند بالا ببینید 11353 تا بازی هست. میاد این بالا search for games to test میزنی. مثلا من میخوام بزنم ببینم سیستمم دلستافاس و همین دلستافاس 2 که ریمسترش تازه اومده، ببینم با چه تنظیماتی میتونم بازی کنم. خب ببینید اگر سیستم من بتونه این بازی رو اجرا بکنه، من بتونم این بازی رو پلی بدم روی سیستمم، اینجا این تیک سبز رو برای من میزنه. این پیغام هم می‌نویسه Your PC meets the recommended requirement to play The Last of Us Part 2 Remastered. یعنی اینکه سیستم من با سخت افزاری که خود شرکت سازنده بازی گفته همخونی داره، من میتونم این بازی رو روی سیستمم پلی بدم. اینجا هم ببینید recommended یعنی سیستم پیشنهادی خود شرکت سازنده بازی هست. تب مینیمم حداقل سخت افزاره. شما ببینید الان با یه آیتیری نسل 8، کارت گرافیک 1650، 16 گیگ رم، 125 گیگ هم حافظه‌ای که روی هاردتون نیاز داره برای نصب. ریکامنددش هم ببینید فقط گرافیک عوض میشه، کارت گرافیک 3060. اوکی، و همین راحتی شما هر بازی رو بخواید اینجا میتونید سرچ بزنید، تست کنید، ببینید سیستمتون میتونه اجرا کنه اون بازی رو یا نه. دمتون گرم که همیشه حمایت کردید. برای این ویدیو هم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی دیگه، بدرود.